این کودکی که در نوار میبینید امینجان 8 ماهه است. او 3 ماه پیش از سلامتی شکایت نداشت و فربهک بود، ولی رفته رفته در این 3 ماه به تمام لاغر شد. دکتری که امینجان را پرستاری میکند میگوید که سبب لاغرشوی امینجان این نارسایی مزمن غذا است، یعنی غذای کافی برای ارگانیسم کودک نمیرسد. مادرش میگوید که ما شرایطی بد داریم، شوهرم مرد کار است، یعنی کار یابد میکند، نیابد نه. در یک خانه بی شرایط در ناحیه رودکی همراه اویلم زندگی داریم و در چنین شرایط امکان نگاه بینی پسری بیمارم را ندارم. همین کدامش میخواه همین کودک در دارو تا چیزی که در همین در کاره خود بیام ببینم یاردمش کنم همین توقف کنم. من همین کار ما در میلیون نتیام، ما در دلار نتیام، ما در سلامتی کودک ملازمه. کودک من نقص شود که من همین کودک ای همه چیزی دنیا ما در عزیزه. از همه اون سخاوتمندانی که دست یاری رسانیده می توانند احتراماً خواهش کرده می شود که به این زن برای این طفلک دوستوریکش کمک کنند.